نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. سلام و درودی به پایان بهرتان، پدران و مادران، برادران عزیز و گرامی قدرم. بنده امروز تصمیم گرفتم بسیار یک قصه جالب، بسیار تکان دهنده و قصه واقعی از زبان یک مادر، یک پیرزن بهرتان پیشکش خواهم کرد. دوستان عزیزم، قصه را تا آخر با دقت گوش کنید. دوستان عزیزم، پیرزن قصه را چنین بیان میکند که وقتی که 20 ساله بودم شوهرم برای خواستگاری من آمد. شوهرم بسیار انسان خوب بود، پولدار بود، مالدار بود، اما بزم این اگر بگویم که مرد پیران کلانسال بود، زن داشت، اما بسیار مرد خوبی بود. فرزند یا فرزندانش از دنیا می گذشتند. میگوید همگی برای این شوهرم یک پسرچه‌اش ماند و من هم وقتی که در عقد نکاح این شوهرم در آمدم، بعد از چند مدت میگوید این زنی شوهرم از دنیا وفات کردند. اون پسر بچه میگن نزد من ماندن. من میگوید اون پسر رو نمیخواستم، من شوهرم رو میخواستم. میگوید به این بچه اهمیتی نمیدادم، این پسر رو ظلم میکردم و به تازگی اون هم اهمیتی نمیدادم. همیشه میگوید دست و روی اون بسیار کثیف بود. سپس میگوید بعد از چند مدت الله متعال برای من یک پسر داد و نامش را گذاشتم یوسف. پسر شوهرم نامش بود سلیمان. آن بیچاره میگوید بسیار مانند یتیمان بود، همیشه پیش پای مردم و کسی به آن اهمیتی نمیداد. من هم باشد به آن اهمیتی نمیدادم، اما وقت برای فرزند خود یوسف جان بسیار غذاهای بهترین را آماده میکردم، اما برای سلیمان چیزی نمیدادم، آن را اهمیتی نمیدادم. حتی میگوید ظلمش را میکردم بالای اون پسر برای سلیمان و برای پدرش شکایت میکردم دائم که پسرت بدرفتار است و دیگر و دیگر. میگوید در اصل پسر خوبی بود، اما من مادری بدکار برای اون پسر برای سلیمان جان ظلم میکردم. پسر خود را اهمیت میدادم، برای مشقش، برای درسهایش همه جهت اهمیت میدادم، اما برای اون پسر اهمیتی نمیدادم. سپس میگوید شوهرم نیز از دنیا گذشتند. وقتی که شوهرم از دنیا گذشت، این پسرش سلیمان 15 ساله بود. در این مدت 15 سال من برای او یگان خوبی نکردم، همیشه برایش ظلم کردم، عذابش دادم. از من مادر چیزی ندیدان پسر. پس از وفات شوهرم میگوید اون پسر یتیم را از خانه بیرون کردم. همه میراث اون شوهرم را برای خود تصرف کردم، گرفتم و همیشه برای یوسف جان فرزند خودم میگوید صرف میکردم. پسرم را خواندم، تعلیم گرفت، به دانشگاه های بزرگ داخل شد، جای کار خوب هم پیدا کرد، با همسرم میگه صاحب زن شد، بهترین زندگی را برایش عطا کردم. وقتی میگوید ازدواج کرد، زن پسرم یعنی کلینم کاری را که با سلیمان میکردم آن کار را برای من انجام میداد. تحمل کردن من مادر برای اون کلینم بسیار سخت بود، تا اینکه صاحب فرزند هم شدن. این کلینم میگوید بسیار مرا اذیت میکرد، سخنان قبیح و سخنان زهرآلود و بسیار سخنان زشت نسبت هم میگفت تو جادوگر هستی و دیگر، تو برای فرزند در این خانه تو شخص زیادی هستی. خلاص کلام به سوی فرزندم گفت که این مادرت برای من زیادی است، در این خانه برای من مشکلی ایجاد میکنه. کلینم میگوید تحمل نداشت مرا. به فرزندم گفت مادرت را از این خانه بیرون ببر به جای دیگر که تحملش را ندارم. پسرم میگوید مرا از خانه در پشت خانه میگه کلبه فقیرانه، کلبه خردکه که بود، مرا به اونجا برد، اما این هم میگوید کلینم مرا طاقت نمیکرد.
مرا روی دیدن هم نداشت. خلاص کلام بسیار کلینم برای فرزندم چیزهای زیادی نسبت من بود. مرا تحمل دیدن هم نمی کرد. میگوید پسرم چون این تصمیم گرفت که تا آیلش بر هم نخورد مرا به خانه پسر عمایم ببرد، در آنجا زندگی کنم تا که زندگیش بر هم نخورد. میگوید مرا به خانه پسر عمام که بود، در آنجا آنها نیز بسیار وضع خراب داشتند، فقیر بودند، اما به هر حال مرا در آنجا جای دادند. اما من میگوید بسیار غمگین بودم، روز و حال نداشتم بسیار، اما آرزوی مرگ را میکردم. بعضی حال بسیار غمگین بودم. میگوید روز پسر عمم آمد و گفت ای مادر، یک شخصیتی آمده است، یک پسر، یک جوانی آمده است شما را پرسان می شود. فکر کردم که من کی دارم، پسرم از که نمی آید، نبیره هایم که هستند آنها را مادرشان هرگیز اجازت نمی دهند که برای دیدن من بیایند. از در فکر فرو رفتم. اما به هر حال میگوید پرسان شدم کی هست؟ پسرم هست؟ گفت نه، از اون هم عزیزتر است. میگوید یک مدت انتظار شدم و یک جوان تنومند آمد و سلام داد و دستم را بوسید. گفت مادر جان، مرا به خاطر دارید؟ گفتم نه عزیز دلم، تو را به خاطر ندارم. کی هستی تو؟ جواب داد ای مادر، من سلیمان هستم، پسرت. این مادر میگوید ای کاش که سلیمان بر نمیگشت، آن را نمیدیدم، چون که آن را در طفلیش از خانه بیرون کرده بودم. وقتی گفت من پسرتم یک احساس بدی در وجودم کردم. اون پسر که در طفلیش از خانه بدش کرده بودم هنوز میگوید که من پسرت هستم ای مادر جان. سلیمان خواهش کرد، گفت ای مادر جان، از شما یک خواهشی دارم، خواهش میکنم که رد نکنید خواهش شما را. گفت چیست پسرم؟ گفت خواهش میکنم که با من به خانه‌ام بروید، با من زندگی کنید ای مادر جان. میگم مرا از اونجا گرفته به خانه خود ببر. در حالی که آن ازدواج کرده بود، صاحب همسر شده بود، فرزندان زیبایک و دستوریک هم داشتم. میگوید نبیره های مرا به بیجان گفته در آغوش گرفتم، بسیار خوشحال شدم. در آن خانه میگوید برایم بسیار عزیزی میکردند، بسیار مهربانی میکردند، یگان کمبودی نداشتم. و سلیمان پسرم میگه گفت که من مادر جان ماجرا را همه را خبر دارم، میدانم که برای شما چه شده است ای مادر جان، چه سختی ها دیدید، چه روزهای بد را پسی سر کردید، همه را میدانم ای مادر جان. میگوید خوبی های پسرم بسیار برای من وزینی میکرد، بسیار دشواری میکشیدم، عذاب وجدان میکشیدم از خوبی هایی که برای من میکنم، که من در خردیم برای پسرم چنین عذاب ها و ظلم و شکنجه میکردم، اما اون پسری که از خانه به درش کردم امروز برای من چگونه خوبی هایی میکنم. عزیزان دلم، ما و شما هیچگاه فکر نکنیم که هر کاری که ما و شما میکنیم الله از اون کار غافل است، الله از اون کار نمیداند که ما چی کار میکنیم. هرگز فکر نکنید. یک نکته بسیار جالب است که هر شخصی که کار خوبی بکند برای خود میکند و هر شخصی که کار بد میکند بر ضرر خود میکند، بدی خود میکند. از قصه این پیرزن عبرت بگیرید. با شما بودم بنده عبدالله، دعاگوی بنده باشید تا قصه های آینده.
اما بعد السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مدران و مدران اهل قدر و برادران و خواهران اهل اسلامی من، بنده امروز خواستم برای شما یک قصه بسیار تأثیر بخش را بیان کنم و این قصه را برای ما یک برادر اهل اسلامی ما حکمت الله واسطه سامانه واتساپ برای ما دسترس کردن. انا گفتن که برادر ما حکمت الله بسیار وقت برای ما حکایه های اسلامی و تربیه را ارائه می کنند. قصه ای که امروز این برادر برای ما دسترس کردن، باور کنید وقتی که این را تا آخر مطالعه کردم بسیار تاثیرم کرد و خواستم به سمع شما نیز برسانم. و اگر در وقت گفتن قصه مذکور اگر به خطاگی راه دهم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. یک زن مسلمان پس از مرگ شوهر با 3 نفر کودکان تنها میماند. این زن در هیچ جای کار نمی کرد و هرچند در کافت کوی کاری بود او را به کار نمی گرفتند و روز به روز احوال زندگیش با کودکان وزین می شد، اما با او کسی دستی یاری دراز نمی کرد. همینطور آن زن در غم آن که کودکان از گرسنگی نمیرند مجبور شد به تربندگی دست زند. او به کوچه برآمد و خواست از مردمانی که نمیشناسند یاری طلبد. از چند کوچه گذشت و دید که نزد مغازه های کلان یک نقلیات مسافر خود را فرآورده ایستاده است. چون این مسافر فرآورد ممکن او تواند کمی هم به من یاری دهد. گویان به نزد آن نقلیات مسافر رفت و یک چند روز بود که او غذایی نخورده بود. از همین سبب دست و پایش مدار نمانده بود. او وقتی نزد آن مسافر که نامش حسن بود رسید، تمام قوایش را جمع کرد و با آواز لرزان و گریه‌اش را داشته گفت: از برای رضای الله برای کودکانم یگان خیری کنید. گر من خودم تنها می بودم تیار بودم بمیرم از گرسنگی، چون آبروی خود را داغدار نکنم، اما من نمی توانم بی پروایانه عذاب و آب دیده کودکانم را ببینم. از شما خواهش می کنم از برای رضای الله یگان یاردم رسانید. این زمان شیطان لعین در گوش حسن فکر و عقیده پلید خود را خواندن گرفت که تو چی این گدای کوچکی را گوش می کنی؟ آخر همه کوچه ها از چنین گداها پر شده است، به همشان پول نمی رسد. را به خانه‌ات، چون زنت منتظرت است. اما حسن انسانی بود با ایمان و با تقوا و در چشمان آن زن حقیقت راستگویی را دید. دیگر اینکه آن زن از برای رضای الله دستیاری می‌خواست. پس این آن وسواس شیطان را مغلوب کرد. زن هم به تلبنده مانند نبود. چشمان آن زن درخشیدند وقتی که حسن از همیان خود پول کلانی را برآورد و به او داد. و این نمی‌دانست چه حسن را می‌نداری کند، اما نتوانست، چون حسن حرکت کرد و در تاریکی ناپدید شد. و دیگر کاری کردن نمی‌توانست غیر از آن که در حقش دعای خیر کند و از خداوند برایش نیکوهای دنیا و آخرت را طلبد. زمانی که حسن آن زن را با دقت گوش می‌داد و به او یاری رسانید و کار خیر را انجام داد و حتی فکر نمی‌کرد که این پول‌هایی که به آن زن داد یک قسم کلان پول‌هایی است که برای عوض نمودن چرخ‌های کهنه شده نقلیاتش مدتی درازی جمع کرده بود. همسرش هم هر روز این را به یادش می‌آورد. آن شب هم همینطور کرد. آن زن در فکر شوهرش بود که به یگان صدمه نفتد با این چرخ‌های کهنه که در نقل بود. هر بیگاه حسن سخن‌های همسرش را گوش می‌داد و تاکید با صبرانه قبول می‌کرد تا به جنگ و جنجال نرسد. اما نمی‌توانست گوید آن پول‌های دور و دراز جمع کرده را کجا کرد. همینطور یک روز به همسرش: روستای چرخ عوض کن، زیاد بند است و با او مصلحت کرده است تا همین که سبک شد کار او حتما چرخ‌هایش را عوض می‌کند. یک شب وقتی او از کار برگشت از همسرش شنید که میگفت: استو آمد و گفت که تا تو به فلان سراغ روی و چرخ‌های خود را عوض کنی. حسن از شنیدن گفته‌های همسر سخت در حیرت شد. او در جایش حیران شده بود، اما به همسرش این را وانمود نمی‌کرد. او گویا با همین استاد مصلحت کرده باشد. به همسرش اشاره کرد و سر جنباند. سراغ را هم که در آغازش نوشته شده بود و ناشناس بود. آن شب گویا چون 1 سال گذشت، چون او را عموما خواب نبود و حیران بود از گفته‌هایی که همسرش گفت. او را سوال عذاب می‌داد: این کی باشد؟ از کجا فهمیده باشد که من باید چرخ‌ها را عوض کنم؟
سحری بر وقت حتی خوب سحر خوری نکرده اولین شده با اون سراغی که در کاغذ نوشته شده بود رفت. او با استاخانه در آمده آن استای را یافت که دیروز به خانهش آمده بود. استا کاغذ سراغ را در دستی و دیدن زمان از او پرسید: تو مسافر بر حسن هستی؟ حتی جواب حسن را نشنیده از چشمان استا اشک جاری شدند و او را با آغوش گرفته چون کودکان گریسته میپرسید: از برای رضای الله بگو تو چه عمل کرده ای؟ تو چه عملی کرده ای؟ از برای رضای الله به من بگو تو چه عملی کرده ای که اینک 30 شب هم می شود که در خواب من پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می درند و می فرمایند تا رفته چرخهای نقلیات تو را عوض کنند. لا حول ولا قوة الا بالله. برادران و خواهران اهل اسلام من، به حرمت خداوند تا چقدر که می توانین برای برادران و خواهران اهل اسلام خود دست یاری خود را دریغ ندارین، چون شما نمیدانید که کدام کار شما در کدام منازل و در کدام روز و در کدام ثانیه و در کدام دقیقه مقبول الله تعالی گشته است. برای همین هم کوشش کنین حتی به یک ذره گندمی که می توانین برای برادران و خواهران خود یاری رسانین و دعای خیر آنان را گرفته از کبر یا و تکبر دور باشین. پروردگار مهربان، هر دعا و هر کار عمل خیری که ما و شما می کنیم در نامه اعمال ما نوشته بگرداند و گناه های صغیره و کبیره هر یک ما و شما را مغفرت گرداند. و الهی در این ماه مبارک از فیض و برکات ماه شریف رمضان هر یک ما و شما را با نصیب گردانده، در خاندان هر یک ما و شما فیض و برکات سرسیر و پوری را نصیب و روزه گرداند. حسبنا الله و نعم الوکیل. بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست برادری شما امید رحمت. برادران من و خواهران اهل اسلام، بار دیگر میگویم که اگر به خطاگی رخ داده باشم الله تعالی مرا مغفرت کند و از همه شما معذرت میخواهم. بار دیگر گفته ماند که قصه مذکور را برادر ما حکمت الله که در شهر مسکو استای موی سرتراش شده کار میکنند برای ما روان کردند. الهی الله تبارک و تعالی در کسب و کار ایشان فیض و برکات را نصیب و روزی گردانه و در کجایی که قرار داشته باشند در حفظ و امانت خود نگه داشته از چشم حسود خوران و دشمنان نگهبان باشد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. بار با عثمان نشسته بودیم که یک شخص واردی خاندان حضرت عثمان شد. حضرت عثمان میگوید یکی یک باره به این شخص نظاره کرد و گفت در چشمای تو من اثر زنا را میبینم. این مرد میگوید یکی یک باره دست خورده شد و عثمان گفت برای تو هم وحی از جانب خدا نازل میشود؟ گفت نه، این از ایمان مستحکم میشود. اطرافی های او حکایت میکنه وقتی از اون مرد ما پرسیدیم باید او در اصل من در راه یک زنی را با شهوت نگاه کرده بودم، صاحب کرامات هم بودم، همه فضیلت ها را داشتم، همه خاصیت های خوب، خصوصیت های نیک حضرت عثمان
در خود داشتند. خدا رحمتشون کنه. چگونه که ما از جمعه گذشته از تاریخ او، از وفات او آگاه شدیم که سرچشمه همه این اختلاف‌ها را میگوید همون حدیث پیغمبر خدا که در دستش یک انگشتری داشت رسول اکرم، انگشتری از نقره داشت که بالای او نویسانده بود محمد رسول الله. همون انگشت در دست حضرت ابوبکر آمد، بعدا در دست حضرت عمر ایستاد. این انگشتری همچون میراث از دست پیغمبر بود. وقتی در دست حضرت عثمان افتید، 6 سال بعد میگوید حضرت عثمان نزد چای عریق نشستم، همچنان به همون چاه نظر میکردم که بناگاه این انگشت از دست، این انگشتری از دست من افتید و در چای عریق زد. هرچند که لایروبی هم که کردیم انگشتری پیغمبر را دیگر نیافتم. این روایتی هست که پیغمبر خدا گفته بود که اگر انگشتری من ای عثمان کدام زمانی که گم شد اختلاف بالای تو سر می شود. همچنان هم شد. حضرت سعید ابن زید می گوید که یکی از صحابه پیغمبر است، وقتی حضرت عثمان به شهادت رسانیدند و تمام مردم اعلام کردند قسم به خدا که همین کوه احد این کار نادرسته که شما بالای عثمان کردید، حق داشت که بالای شما چپه شود. حق داشت. حضرت ابو هریره میگوید وقتی عثمان به شهادت رسید همه مردم غمدار بودند که عثمان کشته شد، لیکن من دو غم داشتم. یکم غم من همین بود که عثمان کشته شد، دویم غمم همین بود که من یک میانبند داشتم. در همین میانبند من یک مشت خرما بود که حبیب خدا در این میانبند من، در این مشت خرمای من دعا کرده بود. من شبان روزن از این مشت خرما مردم صدقه میدادم، میخوردم، کم نمیشد. زمان حضرت عثمان کشته شد قسم به خدا دست در میانبندم گذاشتم، اثر از خرما باقی نمانده است. این سخنهای حضرت ابو هریره است. حضرت ابی قتاده میگوید وقتی من شام رفتم، دولت شام، نگاه کردم یک مرد نه دست دارد و نه پای دارد و باز میگوید مرا دوزخ منتظر است، مرا دوزخ منتظر است. ابو قتاده میگوید نزدیکش رفتم، این صحابه پیغمبر بود. گفتم چی میگویی؟ گفته بنده خدا منم از جمله آن کسانی بودم که برای قتل حضرت عثمان خانه خود در آمده بودم. 13 نفر بودم. وقتی خانه حضرت عثمان در آمدم، نایله زن عثمان فریاد زد، داد گفت، ترسید. من از نفرهای بودم که یک چپات در بالای روی زن حضرت عثمان زدم. حضرت عثمان این حالت از من دید و گفت خداوند دست و پای تو را قطع کند و تو را وارد دوزخ کند. بعد دعای حضرت عثمان گفت ماهی نگذشت که دست و پای مرا بریدند. دعای او در حق من قبول شده است و آینده برای من دوزخ منتظر است. البته هر انسانی که چگونه معامله که میکند همون خیلی معامله را باید انتظار باشد. الجزا من جنس العمل. یک آدم کشتی میکشند، بازن یک کس زنا کردی بازن رو زنا میکنند، با دختر یک کس زنا کردی با دختر رو زنا میکنند، خانه یک آدم خیانت کردی خانه تو خیانت میکنند، حق یک انسان خوردی حق میخورند. هر یک جزا به خودش در برابرش باز مثل خودش برای تو جزا میاره. حبیب خدا گفتن که خداوند میگوید ان الله یرضی لکم ثلاثا و یکره لکم ثلاثا. ابو هریره روایت میکنه خداوند 3 چیز را از شما دوست میدارد، 3 چیز را از شما بد میبیند.
ويرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. سه چیز خداوند از ما و شما دوست می‌دارد. سه چیز را خدا از ما و شما بد می‌بیند. یکم دوست می‌دارد پروردگار که ما او را عبادت کنیم. دوست می‌دارد که بنده رکوع داشته باشد، بنده مسجد می آمدگی باشد، بنده سجده می کردگی باشد، بنده اطاعت خدا را کند. الله وی دوست می‌دارد. دویم خداوند دوست می‌دارد که ما به ذات پروردگار شریک نیاریم. سوم خداوند دوست می‌دارد که ما همیشه اتفاق باشیم، اتحادی در بین ما حکمران باشد. ما مسلمان ها باید پراکنده نباشیم. خدا این دوست می‌دارد. حضرت عثمان شهید شدنش از روی اختلاف بود، از روی پراکندگی مردم مسلمان بود، از روی متحدی اونها نبودند. محمد اقبال لاهوری می گفت اتحاد کفر از پریشانی ما، ترقی نصارا به عقبمانی ما. اسلام به ذات خود ندارد عیبه، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. و خداوند بد ببیند از ما و شما سه چیز را. قیل و قال، گفتند و میگویند. دویم چیزی که خدا از ما بد ببیند سوال بسیار کردن نسبت یک برادر. سوم چیزی که خدا از ما بد ببیند ضایع کردن مال است. برادر عزیز و گرامی، تاریخ شهادت حضرت عثمان اگرچه ازلی بود، الله که حبیب خدا برای شهادت حضرت حدیث های گفته بود، لیکن برای ما مردم مسلمان درس است. برای ما و شما برادرای عزیز عبرت است که در بین ما و شما اختلاف ها نباشد، کشماکشی ها نباشد. بار پیغمبر خدا همراه عایشه بودند. عایشه میگوید از حبیب خدا طلب کرد، مهربان ای حبیب خدا، میخواهم که در حق من دعا کنی. برادرای عزیز خیلی با اهمیت مرا بعض مادرها هم خواهرها هم بعدا شنوند. این حکمت دارد. عایشه از شوهرش دعا طلب میکند. امروز من شما را باور که شاهد میگیرم، اگر در همین مسجد تا 3000 4000 نفر باشین، خدا داناست که هیچ تن شما از شما دعا طلب نمیکنند. باری هم نمیگن که شوهر در حق من دعا کن. باور کن در فکرشان هم نمیگذارم. حتی پروای دعای شوهر هم ندارن. نمیدانن که حبیب خدا گفت، اشاره به سوی شوهر کرد، گفت ای خانم های مهربان، ای زنان مسلمان،
هو جنتک و نارک. همین شوهرها جنت و دوزخ شما هستند. اگه احترامشان کنید به قدرشان رسید. خواه زیبا هستند، خواه بدرو هستند، خواه پولدار هستند، خواه بی پول هستند، خواه منصب دارند، خواه منصب ندارند، احترامشان کنید. اینا جنت و دوزخ شما هستند. افسوس که امروز بقدرترین شخص در خاندان شوهرها می باشند. شوهر قدر ندارند، احترام ندارند، به قدر شوهر نمیرسند. باور کنین این زنها تا حد آمدن که پیش شوهر خیستن برای خود عار میدانند. اینا برای خود یک چیزی خیلی ناخوب میشمارند که پیش شوهرش خیزد، که پیش یک مردی بیگانه و پیش یک زنی بیگانه میخیزد. شوهرها را احترام کنید. دنیا نه آنقدر دنیای درازی هست. اگر هر یک زنی که نماز میخواند لیکن در نمازش حبیب خدا میگوید در حق شوهر دعا نمیکند، نماز او در سر او زده میشود، قبولی درگاه خدا نمیشود. زن همیشه باید دعا کننده در حق شوهر باشد. احترام شوهر باید به جای بیارد. حکم شوهر برای او فرض و واجب است. اگر گردن کشی کند، اگر ناپسندی کند، حبیب خدا گفتن درهای جنت بالای این زن پوشیده است. مادرای عزیز و خواهرای عزیز، من بر همه شما باور که مراجعتم همین است. از تمام آن روزه های نافله که شما میگیرید، از تمام آن نمازهایی که شب و روز نافله که شما میخوانید، اگر یک بار بر روی شوهر تبسم کنین، قسم به خدا از همه عبادتون بالا است. یک بار به بالای شوهر تبسم کنید، یا یک بار پشت دست شوهر تا بوسه کنید، از همه عبادتت بالاست. کوشش کن مادر عزیز، خواهر عزیز، کوشش کن که شوهر از پیش خود دست شبر دارد، باید خدا تو را اهل جنت گرداند. کوشش کن. اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها. زیرا خواهر عزیز بزرگترین حق بالای تو نه پدر دارد، نه برادر دارد، نه عمک و طاقت دارد، شوهر دارد. بزرگترین حق بالای تو حق شوهر نیست. قسم به خدا روز عدروزها این زن و شوهرها را خدا در پیشگاه خودش راست میکند. خوش به حال اون زنی که در دنیا خدمت کرد، دعا کرده، دعای شوهر را گرفته است. خداوند باز همراه می شوهر در جنت جایش میکند. حضرت عایشه است. شوهر از حبیب خدا گفت در حقم دعا کن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دست مبارک برداشت، زیرا از عایشه راضی بود. زیرا عایشه همیشه در خدمت رسول اکرم قائم بود، همیشه پشتیبانی از رسول اکرم میکرد، شوهرش غیبت نمیکرد، شوهرش کمبودی‌هاش در پیش دکانه ها و زنهای همسایه بیان نمیکرد. بار یک جمله یهودی ها، چند نفر دشمنای اسلام خانه پیغمبر خدا آمدند، خانه رسول اکرم در آمدن تا این اندازه دشمن بودن که در جایی که السلام علیکم گویند چی میگفتند؟ السلام علیکم، السلام علیکم، مرگ به تو باد محمد. وقتی این عایشه این السلام علیکم از زبان یهودی ها شنید، این زن با غیرت، این زن پشتیبانی از شوهر طاقت نکرد، از جاش که گفت لعنت و مرگ خدا بر شما باد. حبیب خدا چیزی نگفته بود که عایشه پشتیبانی از شوهرش کرد، گفت خدا شما را لعنت کند، خدا مرگ به شما باد. گفت رسول اکرم گفت عایشه گفت نرم باش، من که با اونها جواب گفتم و علیکم گفتم، مرگ و لعنتم بر شما باد. پشتیبانی را ببینید. امروز در ما مکتوب می آید که شوهر غیبت میکند، شوهر کمبودی هاش در پیش زنهای بیگانه بیان میکند.
وقتی که این پیشنهاد عایشه را گوش کرد که در حقم دعا کن، در شب برداشت چی گفت؟ چه بشارتی خوب است. قسم به خدا این دعای پیغمبر را گرفتن دیگر چه جای وصفش است. اللهم اغفر لعایشه، دعای پیغمبر، اللهم اغفر لعایشه ما تقدم من ذنبها و ما تأخر و ما اسرت و ما اعلنت. خدایا پروردگارا عایشه را گناهاش مغفرت کن. خدایا آن گناهی را که نافهمیده کرد و آن گناهی را که قصدن کرد، خدایا از تو خواهش دارم عایشه را مغفرت کن. خدایا آن گناهی را که آشکارا کرد پنهان کرد، خدایا مغفرتش کن. عایشه وقتی دعای پیغمبر را شنید، شاید همون لحظه برای عایشه لحظه های شیرین ترینی از حیاتش بود. آنچنان میگوید خندید، آنچنان یک خنده زیبای عایشه را فرا گرفت، میگوید که تاب خورد آمد در بغل رسول اکرم زد. رسول الله گفت آیا دعای من تو را خوشنود کرد و از این دیگر چی برای من دادی؟ ولی گفت بسیار از دعای تو خوشنود شدم. رسول اکرم گفت ای عایشه، گفت انا همین دعایی که من برای تو کردم، قسم بر آن خدایی که مرا با پیغمبری مبعوث کرد، در هر نمازم در حق امتم انا همین دعاست، در حق امتم این دعا را همیشه. خدایا گناه های امت ما ببخش. این امت های بپروا باشند، ناترسانه گناه کرده ایستادند. حبیب خدا مغفرت گناه ما را